یکی از چهره های برجسته ساحه معارف و علم جمهوری تاجیکستان، شخصیت بسیار علمی و فرهنگی، دانشمند سترگ خدای نظر اساس‌زاده از میان یار و دوستان دنیا را پدرود گفتند. استاد اساس‌زاده از جمله عالمانی بودند که تمام عمر با برکت خود را صرف تربیه معنوی فرزندان کردند و در برابر تربیه معنوی فرزندان خلق عزیزش و نوشتن اثرهای زیادی علمی و تحقیقاتی درباره 3 کشور به هم دوست و همزبان، درباره تاجیکستان، افغانستان، ایران تحقیقات‌های پرارزش و انجام رساندند و زیاده از 100 اثر و مقاله های بسیار گرانبها را به یادگار گذاشتند. واقعا امروز ادبیات تاجیک، علم تاجیک در غم و اندوه است. یکی از چهره های شناخته ادبیات، بهترین شاگرد صاحب شهرتیویچ مرحوم خدای نظر اساس‌زاده از دنیا گذشتند که سهم داملا در رشد و انکشاف تاریخ ادبیات و عموما ادبیات خیلی بزرگ است. استاد درباره ساتی مرغزاده، درباره مثلا اکثریت نیست شاعر یا نویسنده که اساس‌زاده درباره اونا چیزی ننوشته باشد. چندین سال در افغانستان وقتی که به حیث استاد در دانشگاه کابل فعالیت میکرد، مهر و محبت استادان و شاگردان افغانستانی را هم خیلی به خود حاصل کرده بود و بنابراین در افغانستان نیست همچون عالم ادبیات شناس یک شخصیت فرهنگی تاجیک شناخته شده بود. ما در سیمای استاد خدانظر اساس‌زاده یک از پیشاهنگان علم ادبیات معاصر را می‌دیدیم. ایشان برای شناسانیدن شخصیت‌های برجسته تاریخی استاد عینی، استاد اولوغزاده و نفران دیگر خدمت‌های باسزا کردند. در رشته ادبیات شناسی در 10 سالهای آخر در ادبیات معاصر چون استاد خدانظر اساس‌زاده تحقیقات‌های سودمند کسی انجام نداده است. آنها در تربیت کادرهای علمی، در نوشتن کتاب‌های درسی، در تیار کردن کادرهای علمی بلند اختصاص حصه‌گذاری داشتند و یک کار شایسته‌ای که در میان اهل علم و ادب و شاگردان کردند. با تعداد 15,000 نسخه کتاب به دانشگاه ملی کتابخانه شخصی خود را سپردند.